تنها هنرمند و آوازخوان نیست، او ترانه سرایی است که حرفا و نگفته های مردمش را به اثر هنری و ماندگار مبدل می سازد و صدای بلند عدالت‌خواهی مردمش است. در آهنگ‌های او تنها اشعار و کمپوز نیست، بلکه روح مردمی است که همین مردم داوود را تبدیل به اسطوره کرده است و داوود به خاطر همین مردم سالهای عمرش را وقف فرهنگ، صدا و تاریخ مردم کرده است. اینجا قلب گوتنبرگ است و مجسمه پوسیدون نمادی از شهر گوتنبرگ سویدن است که در سال 1931 میلادی توسط کارل مایلز ساخته است. این میدان میزبان سیاحین داخلی و خارجی، محل تجمع اعتراضات اجتماعی و عدالت‌خواهی است که بارهای بار از اینجا صدای مردم بلند شده است. در پشت سر مجسمه موزیم گوتنبرگ و در طرف راست تئاتر گوتنبرگ و در طرف چپ خانه کنسرت گوتنبرگ و یا کنسرت قرار دارد. اما این بار خانه کنسرت گوتنبرگ و گوتنبرگ مهمان ویژه‌ای دارد، مهمانی که قبل از حضورش آهنگهایش بارهای بار در این میدان برای صدای رسای عدالت‌خواهی پخش شده است. بله، گوتنبرگ امشب 12 نوامبر 2023 میزبان سلطان صدا، سلطان احساس، غرور و بلبل افغانستان و هزارستان است. این برنامه به همکاری گلکسی انترتینمنت و تلاش‌های شبانه روزی امید محمودی، رئیس انجمن کودکان تنهای پناهجو، به واقعیت تبدیل شده است. صدای بی‌نظیر، اجرای به همتا، نوای دنبوره داوود سرخوش، یک بار دیگر اسطوره موسیقی افغانستان می‌خواند. از شکوای دل تا سرزمین من و آهنگ‌های جدید. زنده در گوتنبرگ 12 نوامبر. قبل از آغاز کنسرت میپردازیم به زندگی پرخم و پیچ داوود و آثار هنریش. داوود سرخوش در 26 آپریل 1971 میلادی در قریه قجرباش ولسوالی سنگتخت ارزگان و یاد دایکندی فعلی در خانواده از قوم هزاره چشم به جهان شد. پدرش غلام حیدرخان که از متنفذین و قوانین منطقه به شمار میرفت، هم در زمان محمد ظاهر شاه و هم در زمان محمد داوود وکیل انتخابی مردم بود و به همین دلیل به نام وکیل شهرت. داوود سرخوش که به عنوان 11مین فرزند خانواده به دنیا آمده بود، هنوز کودک بیش نبود که مادر را از دست داد. تا 7 سالگی قرآن، خواجه حافظ و شاهنامه را در خانه نزد پدر خواند. وقتی یگانه معلم قریه که از هرات بود در سال 1978 میلادی مانند همیشه به قریه آمد. پس از امتحان گرفتن دید که داوود سرخوش خواندن و نوشتن را بلد است. او را مستقیما شامل صنف سوم ساخت. سال بعد در آغاز صنف 4 که تازه قلم، کتاب و کتابچه را از مکتب گرفته بودند، یک بار جنگ آغاز شد. میز و چوکی که مکتب آنها به عنوان یگانه مکتب در منطقه آن را تازه به دست آورده بود سوزانیده شد و آن یگانه معلم قریه هم به سختی توانست جان سالم به در ببرد. بسیاری از متنفذین و قوانین هزارجات جان خود را در آن نبردهای میان سازمانی از دست داد. در شب اول عید قربان سال 1983 میلادی در یک حمله وسیع
در منطقه توسط نیروهای محمد حسین صادقی نیلی و دیگر احزاب متحد با آن 23 تن از اعضای خانواده داوود و شمول برادرش سرور سرخوش، کاکا، پسران عمه و پسران ماما در یک شب به قتل رسیدند. کودکان و زنان خانواده که از دم تیغ قتل عام نجات یافته بود مدتها متواری بودند تا اینکه غربت سرای کویته را به عنوان اقامتگاه موقت برگزیدند و یک بار دیگر در آنجا کنار هم جمع شد. داوود صنف اول تا سوم را در یک سال و صنف چهارم و پنجم را در سال دیگر خواند. در شهر کویته در مجموع اجازه یافت تا صنف دهم را به پایان برساند. سال 1999 میلادی از پاکستان به انگلستان آمد. یک سال را در انگلستان به سر برد و سال 2000 میلادی بدین سو در اتریش در شهر ویونا به سر میبرد. داوود در سال 1995 میلادی با کبرا نیکزاد که از کودکی با هم آشنا بودند ازدواج کرده و هر دو صاحب 3 پسر به نامهای صبور، ذوالفقار و یاسر هستند. داوود سرخوش در سن 9 سالگی شروع به یاد گرفتن ساز دنبوره در نزد برادر بزرگش سرور سرخوش کرد و از 17 سالگی آواز خواندن را آغاز کرد. ساز هارمونیه را در نزد ارباب علی خان آهنگساز پاکستانی از ایالت سند قرار داد. او تاکنون 8 آلبوم به صورت رسمی به بازار عرضه کرد. آلبوم سرزمین من در سال 1998، آلبوم پریجو در سال 2000، آلبوم سفید و سیاه در سال 2004، آلبوم مریم در سال 2008، آلبوم بازی در سال 2010، آلبوم جنگ و جنون در سال 2016، آلبوم ماه و میچید در سال 2023، آلبوم وطنم در سال 2023. اگرچه ملکی کو بند وطن مو او شیرینی کند وطن مو اگرچه ملکی کو بند وطن مو او شیرینی کند وطن مو ملکی ارکست شان خود خوبه از بیهشت و نور بند وطن. برای اولین بار است که در کنسرت داوود اشتراک میکنم. هیجان فوق‌العاده‌ای دارم. در شهر با کمال ناطقی و علی عزیز یکجا میشیم و میریم به طرف رسیدیم در پیش درب ورودی سالن کنسرت و طوری که می‌بینیم اینجا هموطن‌ها کسایی که تیکت گرفتن آمدن که اشتراک کنه و این برنامه هم در جایی است که وسط شهر است. نمادی از شهر گوتنبرگ است و اینجا هم شهر به صورتی خیلی قشنگ چراغانه و او هم خانه فرهنگ و میوزیم سویدن است. Även damernas väska får det. سالن پر از هلهله و شور و اشتیاق برای دیدن و شنیدن داوود است. لباس‌های سنتی و شیک بر تن اشتراک کننده است و با آمادگی که دارن نشان میدهند که بی‌صبرانه منتظر این شب بودند. اشتراک کنندگان برنامه از شهرهای مختلف سویدن و کشورهای اروپایی اشتراک کردند. صدای داوود عزیز باعث شده خارج‌تبارانی علاقه‌مند به فرهنگ هزارگی شوند و با غرور بتوانند بگویند من هزارم. یک از این اشخاص ویو گلبهار نیلدخت به گفته خودش دختر دایکندی است که وی اصالتاً از ایتالیاست و ساعتها مسیر را طی کرده تا چند ساعت شنونده داوود باشد. منم رفتم سراغش و نظرش را پرسیدم. Yes, the second time and the last time it was in January in Uppsala and now again I'm here. I feel so happy
happy and I have a lot of emotions. I really love the music of Dawood Sarkosh and his songs really are so meaningful for me. For me, the music of Dawood Sarkosh is really important. It was one of the reasons why I decided to study Farsi. So, I mean, if I have the chance to see him, I don't care of distance. I just go wherever it is. سلام خدمت شما دوست عزیز و کسایی که ویدیو رو میبینم. ما از نروژ آمدیم تقریبا 3 ساعت پیش. همینجا خانه دوستا بودیم. دیگه فعلا هم که آمدیم تا هنوز برنامه شروع نشده. دیگه کنسرت سلطان صدا استاد داوود سرخوش در هر جایی که باشد امکانات باشد ما خودیم شرکت کنیم. پارسال شرکت کرده بودم. دیگه این سال هم دوست دارم در اینجا آمدیم. یک دو شهر دیگه هم اگر امکانات باشد کنیم. با ورود داوود به سالن حس عجیبی در مردم دیده میشد. همه هیجان زده و مشتاقانه با پا ایستادند و با کف زدن و صداهای بلندی که حسشان را به داوود نشان میدادند و با گفتن داوود وی را خوش آمد. صدا موج تراوت از گلوی رود آورده است. خدا یک بار دیگر حضرت داوود آورده است. بعد از ورود سرخوش به سالن و بعد از کلمات چند اولین آهنگ ایار به اجرا درآمد. دوستان هنرمند امشب افتخار همکاری شما با خود دارم و خدمت شما هستیم. خدمت شما صمیمانه سلام دارم. خیلی خوش آمدید. یک تذر از من اول باید بین ما شما خوشحال هستم که زندگی مجال داد بعد از حوادث بسیار بزرگ و پیش‌بینی ناشده‌ای مثل پاندمی که گذشت، مثل وضعیتی که برای مردم و مملکتمون پیش آمد. هنوز هم مجالی هست زیارت شما برسیم و شما مثل همیشه که مهربان بودید لطف دارید داشته امیدوارم لطف کردین اجازه بدین که ساعت را استیج شما رو میزبانی کنید. خدمت ارز کنم که کنسرت از شماست. تهمت شما مجبور به گردن بگیرم. برای شما کنسرت گرفتیم. ممنون که پاره از وقت بسیار گرانبهایتان به ما بخشیدین که اینجا میزبان بشیم و استیج رو مدیریت کنیم.
فضای سالن پر از صفورا، صنوبر، قماندان حضرت، سرزمین من و هر آهنگی که در ذهن مردم ماندگار است شده بود. داوود هم پشت سر هم اجراهای فوق‌العاده میکرد. وقتی داوود از صفورا میخواند مردم عاشق میشوند. وقتی داوود از سرزمین من و جدایی میخواند حس وطن در مردم زنده میشود و به حسرت وطنی خراب شده گریه میکنند. از آنجایی که تک تک ما با آهنگای سلطان صدا بزرگ شدیم میتوان داوود را به لاله خانی تشبیه کرد که هر قدر فرزندش بزرگ شد باز هم برایش میخواند. به گفته اثری بودا فقط داوود است که به حافظه جمعی تبدیل شده است. کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، همه داوود را دوست دارند و داوود به یک ارزش همگانی جامعه ما تبدیل شده است.
قسمت‌های پایانی برنامه آهنگ زمانه به همراهی مردم اجرا شد. آهنگ سرزمین من با تاکید مردم خوانده شد و مردم همه ایستادن و با داوود یک جا خواندند.
شور و شوق علاقمندان در حد زیاد بود که حتی بعد از اتمام کنسرت در بیرون با آهنگ‌های داوود که از تیپ موتر پخش می‌شد می‌رقصیدند. من هم در جمعشان پیوستم و کمی رقصیدم. عزای شب طوری شده بود که احساس می‌کردیم در وطنمان هستیم. علاقمندان داوودی عزیز، کنسرت های دیگر سلطان صدا را در اروپا از یاد نبرید و پرشکوه اشتراک کنید و از فضای قشنگ کنسرت لذت ببرید. برای از اینکه تیکت ها را بوک کنید به سایت گلکسی انترتینمنت.com مراجعه کنید. بدرود تا ویدیوی دیگر.